1145 کیلومتر دورتر از تهران، جنوبی ترین نقطه سرزمینی ایران، جزیره ایرانی بوموسا. مرحله اول رزمایش نیروی دریایی سپاه از اینجا آغاز می شود. با دفاع مستحکم و چند لایه از جزیره، ایران برای کنترل کشتیرانی در این منطقه می شود، در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز. حالا فرمانده کل سپاه شخصا لقد بنينا حصنا منيعا حول جزيرتنا، وهو حصن ممتاز للغاية، وقد جهزناه بمعدات جيدة، وسنضيف المزيد لاحقا. و تجهیزاتی استفاده شده که نیروهای مستقر طور مستقل از سرزمین همه مراحل نشان داده نمی‌شود. مثل این پهپاد که جزایر از سلاح‌های ما استفاده کردیم که دقت اینا بسیار بالاست و قدرت سر جنگی آنها افزایش پیدا کرده. موشک‌های کروز به طور همزمان از ساحل و دریا به اهداف تعیین شده حمله کردند. این موشک‌ها با تجهیز به سامانه‌های ضد جنگ الکترونیک قابلیت هدایت با هوش مصنوعی را دارند. فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید نیروهای مستقر در جزایر